داستان زیبای نبرد با فشار خون. رضا مردی 45 ساله و کارمند یک شرکت بازرگانی بود. زندگی پرمشغله‌ای داشت و همیشه درگیر کار، استرس، جلسات طولانی و رژیم غذایی نامناسب بود. سالها عادت کرده بود که روزش را با یک فنجان قهوه تلخ و سیگار شروع کند و شبها هم با غذاهای چرب و شور به پایان برساند. اما مدتی بود که احساس سرگیجه، سردردهای شدید و خستگی مفرط می کرد. هرچند این علائم را جدی نمی گرفت، اما یک روز در محل کارش ناگهان احساس سرگیجه شدیدی کرد و نزدیک بود روی زمین بیفتد. همکارانش او را به نزدیکترین بهداشت محل رساندند. در آنجا یک کارمند بهداشت به نام بهورز فشار خونش را اندازه‌گیری کرد و گفت: رضا، فشار خونت خیلی بالاست، 17/10. باید فوراً به پزشک مراجعه کنی و درمان را شروع کنی، وگرنه دچار سکته مغزی یا حمله قلبی میشوی. رضا در ابتدا باورش نمیشد. او هنوز خودش را جوان و سالم میدانست، اما وقتی پزشک برایش توضیح داد که فشار خون بالا یک قاتل خاموش است که میتواند بدون هیچ علامت مشخصی به قلب، مغز، کلیه و چشمهایش آسیب بزند، وحشت کرد. او شروع به تحقیق کرد و فهمید که عوامل خطر اصلی فشار خون بالا شامل استرس و اضطراب شدید، تغذیه ناسالم، مصرف زیاد نمک، چربی‌های اشباع شده و فست فودها، کم تحرکی و مصرف الکل و سیگار، همچنین وراثت و سابقه خانوادگی از مهمترین عوامل خطر فشار خون بالا می باشد. او باید سبک زندگیش را تغییر میداد، اما ترک عادتهای قدیمی کار سختی بود. دکتر برایش داروهای کاهش فشار خون تجویز کرد، اما تاکید کرد که فقط دارو کافی نیست. باید سبک زندگیش را اصلاح کند. رضا تصمیم گرفت که با جدیت پیش برود، اما هر قدم با سختی همراه بود. هر بار که سعی می‌کرد سیگار نکشد، عصبی می‌شد. کارش پر از استرس بود و نمی‌دانست چگونه باید آرامش خود را حفظ کند. به پیشنهاد پزشک تمرینات مدیتیشن و یوگا را شروع کرد. حذف نمک و غذاهای شور برایش کابوس بود، اما کم کم به غذاهای کم نمک و سبزیجات عادت کرد. به توصیه متخصص تغذیه، رژیم غذایی دش را آغاز کرد که شامل مصرف میوه و سبزیجات بیشتر، پرهیز از چربی‌های اشباع شده، کاهش مصرف نمک با استفاده از غذاهای حاوی پتاسیم مانند موز و اسفناج می باشد. پزشک گفت که پیاده‌روی روزانه حداقل 30 دقیقه می تواند معجزه کند، اما شروع آن برای رضا سخت بود. او همیشه بهانه می آورد، اما وقتی فهمید که تحرک می تواند فشار خون را کاهش دهد، عادت کرد که هر روز صبح در پارک بدود. رضا اول داروهایش را فراموش می کرد، اما یک روز وقتی سرگیجه شدیدی گرفت و نزدیک بود بیفتد، متوجه شد که این سهل انگاری چقدر خطرناک است. یک شب رضا به شدت احساس درد در قفسه سینه کرد. عرق سردی روی پیشانیش نشست. همسرش او را فوراً به بیمارستان رساند. پزشکان گفتند که او در آستانه یک حمله قلبی بود، اما خوشبختانه چون قبلاً تغییرات مثبتی در زندگیش ایجاد کرده بود، نجات پیدا کرد. در بیمارستان یک پزشک مهربان به نام دکتر نوری با او صحبت کرد و برنامه‌ای دقیق برای کنترل فشار خونش ارائه داد. دکتر نوری گفت: رضا، تو هنوز جوانی. اگر همین حالا سبک زندگیت را اصلاح نکنی، خطرات بیشتری در کمین تو خواهد بود. اما خبر خوب این است که تو در مسیر درستی هستی. رضا توصیه‌های پزشک را جدی گرفت و رژیم غذایی مناسب را ادامه داد و روزی 30 دقیقه پیاده روی تند انجام میداد. 6 ماه بعد رضا دوباره به پزشک مراجعه کرد. فشار خونش به 12/8 کاهش یافته بود. وزن کم کرده بود. احساس بهتری داشت و انرژیش بیشتر شده بود. دکتر به او لبخند زد و گفت: تبریک میگویم. تو نه تنها از خطر نجات پیدا کردی، بلکه اکنون سالمتر از همیشه‌ای. رضا لبخند زد. او میدانست که این فقط یک نبرد نبود، بلکه یک سبک زندگی جدید بود که باید تا آخر عمر ادامه میداد. دوستان عزیز، فشار خون بالا یک بیماری جدی اما قابل کنترل است. با آگاهی، تغییر سبک زندگی و پایبندی به درمان میتوان آن را شکست داد. همانطور که رضا توانست، شما هم میتوانید.